جاروی فول آپشن، جلوبند موقت هست و 2 تا بغل زن. الان بروسه داره میچرخه. این لگلاژ بروسه بعضی لگلاژ بالا پایین میشن. یه هم مال بغل زنشن که روش سمت جدول میزنن زیر خود دستگاه. این مال این سمتشن، وسط خاموشن، بعد بزنی این سمت بغل زن بعدی روشن میشه. بعد دوباره اینو بزنی وسط خاموش. بروس زیرش همچنان روشنه. این کلیدم مال قرمز مال چراغش. الان چراغ روشنه، خاموش، روشن، خاموش، روشن. این کلید پیچشی هم مال جکشه. پاکت شغالی میکنن. دستگاران اومده بالا. بروس زیر معلومه. پاکت آشغالشه. جک الان یه ذره باز شده. این بسته، این باز، این بسته. این مخزن جلوش هم واسه آبپاشی قبل از جارویه. این لوله آبشه نارنجیه. قبل از اینکه جارو کنن زمین خیس کنن که گرد خاک نشه. این هم مال لگلاژه با این کردن خود بروسای بغل. الان داره جارو کنه. الان داره کفش جارو آشغال میزنه زیر خود دستگاه. این بیشتر پایین. وقتی که لازم نبود میدیم بالا که در زمین درگیر نباشه. دیگه این شیر برقیشه، جک بهش وصل شه. این مخزن آبشه که گفتم. این دستگاه تست میه که باش داریم تستش میکنیم. این هم دستگاه برق از میه که واسه تست کارهای. این هم آچارای یدکیشه که یه موقعی لازم بود. این پرچم میشه واسه یکی پاکت که باز شد راننده ببینه که پاکت بازه یا بسته. الان ببینید این لیوه، این بروسه، وسط خاموش. این یک جاروی دیگهش خاموش، روشن و تمام.